امروز میخوایم در مورد یکی از قدرتمندترین پادشاهان تاریخ ایران صحبت کنیم. مردی که از دل فقر و سختی برخاست و تونست نصف جهان رو فتح کنه، نادرشاه افشار. نادرشاه در سال 1100 هجری قمری در خراسان به دنیا اومد و خانواده نادرشاه وضع مالی خیلی خوبی نداشتن و کودکی نادر در فقر و کوچ‌نشینی و جنگ برای زنده موندن گذرون. اما این سختی ها باعث شد که نادرشاه به یک جنگجوی بی‌نظیر تبدیل بشه و نوجوانی نادرشاه تیراندازی، شمشیرزنی و سوارکاری و تاکتیک های جنگی خیلی خوبی داشت و همچنین قدرت بسیار زیادی توی سوارکاری و تیراندازی داشت. نادرشاه از همون کودکی یاد گرفت که باید برای پیروزی یک قدم همیشه از دشمن جلوتر بود. زمان جوانی نادرشاه افغان‌ها اصفهان رو گرفته بودن، عثمانی‌ها و روس‌ها از غرب و شمال به خاک ایران حمله کرده بودن و صفوی‌ها قدرت خودشون رو از دست داده بودن. در چنین شرایطی نادرشاه مثل یک نیروی تازه از راه میرسه. او ابتدا به عنوان سردار به شاه طهماسب دوم پیوست، اما واقعیت این بود این نادر بود که کشور رو نجات داد، نه شاه طهماسب. نادرشاه یکی از خارق‌العاده ترین فرماندهان نظامی تاریخ جهان بود. افغان‌ها را شکست داد و اصفهان را از تصرف اونا بیرون آورد. عثمانی‌ها را از مرزهای ایران عقب راند و روس‌ها را مجبور به عقب نشینی کرد. قبیله ها و قومیت های ایران رو دوباره متحد کرد. او ایران رو از مرز نابودی کامل نجات داد و تبدیل به قدرت اول جهان کرد. وقتی همه فهمیده بودن قدرت واقعی در دست نادرشاه، در سال 1148 قمری تاج شاهی بر سر نادرشاه گذاشته شد و بنیانگذار سلسله افشار شد. نادرشاه شاهی بود که باور داشت همیشه قدرت کشور در دست ارتش کشور است. به همین دلیل تصمیم گرفت یکی از منظمترین و حرفه‌ای ترین ارتش‌های ایران رو بسازه. یکی از مهمترین اتفاقات دوران نادرشاه این بود که به هند حمله کرد. در آن زمان امپراتوری گورکانی ضعیف شده بود. نادرشاه با یک لشکرکشی سریع و حساب شده وارد هند شد و ارتش هند رو در چند ساعت شکست داد. ارتش هند اون زمان یک ارتش قدرتمند بود و با وجود فیلهای خیلی زیاد و ارتش قدرتمند با تعداد بسیار زیادی ارتش، نادرشاه تونست این ارتش رو شکست بده و تا هند پیشروی کنه. گنجینه‌های عظیم هند مانند الماس کوه نور و تخت طاووس به ایران منتقل شد. این موفقیت نادرشاه رو تبدیل کرد به یکی از پادشاهان زمان خودش بشه. ولی نادرشاه در اواخر سالهای پایانی پادشاهی خود دچار شک شد. نادرشاه داشت کم کم به همه شک میکرد. این باعث شد که شک نادرشاه روز به روز بیشتر بشه و وسواس خیلی زیادی به دست آورد و همچنین بدگمانی و شک روحی اون رو داشت از پا در می آورد. نادرشاه سرانجام در سال 1160 قمری در نزدیکی قوچان گروهی از افسران ناراضی در شب به چادر نادرشاه حمله کردند و اون رو کشتند. نادرشاه باعث نجات ایران از تصرف دشمنان شد. همچنین او یک نابغه و یک جنگجوی تاکتیکی حرفه‌ای بود و فرماندهی باهوش و شجاع بود که تونست ایران رو از دست دشمنان نجات بده و اون زمان خیلی از کشورها از نادرشاه میترسیدن به دلیل قدرت زیاد نادرشاه و همچنین اونها سریع عقب نشینی میکردن به دلیل قدرت زیاد ارتش نادرشاه. با نادرشاه نمیتونستن بجنگن. نادرشاه کسی بود که دشمن رو شکست داد و دشمن رو از مرزهای ایران بیرون کرد. ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. اگه به این ویدیو ها علاقه دارید
چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. اگه دوست داشتید برای ما کامنت بذارید. این ویدیو رو هم لایک کنید تا به ما انرژی بیشتری بدید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری برای شما بسازیم. ممنونم.